اسب حیوانی بسیار باوفا و زیباست که به دلیل اندام و توانایی‌های خاص خود توسط انسان اهلی و رام شده تا بتونن ازش بهره ببرن. در گذشته از اسب برای جابجایی، مسافرت، کشاورزی و غیره استفاده می‌شد. ولی امروزه اسب سواری یکی از ورزش‌های مورد علاقه خیلی از افراده. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال تاپ 10 پارسی. امروز اومدم تا با 10 تا از بهترین نژادهای اسب رو بهتون معرفی کنم. شماره 10 هولشتاینر. هولشتاینر یک نژاد اسب خونگرمه که در منطقه هولشتاین در شمال آلمان منشأ گرفته. هولشتاینر که در اصل به عنوان اسب کالسکی پرورش داده شده بود، به یک نژاد محبوب برای پرش نمایشی و درساش تبدیل شده. هولشتاین‌ها به دلیل قدرت و ارزش چابکی خود شناخته میشن و اغلب اونا رو قدرتمند و ظریف توصیف میکنن. شماره 9 فریزن یا فریسن. یک نژاد پرورشی اسبی که از فریسلند در هلند نشأ گرفته. رنگ این نژاد اکثرا سیاه و کمی سفید رنگه و اعتقاد بر اینه که در قرون وسطا از اجداد اسب‌های فریسن در سرتاسر قاره اروپا به عنوان اسب‌های جنگی استفاده می‌شده. در قرون وسطای آغازین و قرون وسطای میانه. اندازه اونها این امکان رو میداد که این شوالیه زره‌پوش رو بر روی خودشون حمل کنن. شماره 8 تنسی وایکینگ. این اسب در اصل به نام پلنتیشن وایکینگ هورس جنوبی یا تنسی ترور مشهور بود. بسیار ارزشمند برای حمل و نقل کشاورزانی بود که بازدید از مزارع رو انجام میدادن. این اسب در حالت استفاده از زین اسبی راحت، سریع و قدرتمنده و خلق و خوی رام و موطیعی داره. شماره 7 کوارتر آمریکایی. اسب کوارتر آمریکایی یک نژاد اسب آمریکاییه که در دویدن در مسافت‌های کوتاه برتری داره. اسمش رو از توانایی اون در پیشی گرفتن از سایر نژادهای اسب در مسابقات 1/4 مایلی یا کمتر گرفته شده. سرعت برخی از اونها به 44 مایل در ساعت میرسه. توسعه اسب کوارتر به دهه 1600 برمیگرده. شماره 6 اندلسی. اندلسی که به نام اسب اسپانیایی خالص یا PRE نیز شناخته میشه، یک نژاد اسب از شبه جزیره ایبریه که اجداد اون هزاران سال در اونجا زندگی کردن. اندلسی از قرن 15 به عنوان یک نژاد متمایز شناخته میشده و ساختار اون در طول قرنها تغییر کمی داشته. شماره 5 هانورین. اسب‌های هانورین یا هانوری شناخته شده ترین اسب‌های نژاد خونگرم اروپایی به شمار میرن و در ایالات متحده و همچنین در کل جهان به خوبی شناخته میشن. اسب نژاد هانورین در رشته‌های پرش، درساج و سه‌روزه عملکرد بسیار خوبی دارن. شماره 4 اسب عرب. اسب عربی که بعضی اوقات در ایران بهش اسب اصیل هم میگن، یکی از نژادهای اسب سبک در جهانه و متعلق به منطقه خاورمیانه است. شناسایی این نژاد به دلیل شکل سر متمایز و دم بلندش آسونه. این اسب یکی از قدیمی‌ترین نژادها در جهان محسوب میشه، به طوری که کشف‌های باستانشناسی اصول این نژاد رو به 4500 سال قبل برمیگردونه. شماره 3 جیپسی. اسب نژاد جیپسی که به عنوان آیشتر نیز شناخته میشه، از نژادهای محبوب و جذابه. این نژاد اسب اصیلاً از ایرلند و بریتانیا تبار گرفته شده و به عنوان نژادی آشوبناک و زیبا شناخته میشه. اسب جیپسی دارای بدنی قوی، قد بلند، سینه حریص و گردنی ضخیمه. شماره 2 هافلینگر. اسب پونی هافلینگر اتریشی اسم خودش رو از روستای هافلینگ در منطقه تیرول جنوبی که اجدادش اولین بار 100 سال قبل در اون پرورش یافته گرفته. اجداد این پونی اسبای بومی مناطق کوهستانی بودن که به وسیله آمیزش با اسب عربی اصلاح شدن. شماره 1 آخالتکه. نژادی از اسبی که در ترکمنستان، ایران و روسیه پرورش میدن و از نمادهای ملی کشور ترکمنستان شمرده میشه. حیوانی با قامت و گردنی کشیده و سر کوچک، موهای ظریف که میتونه 1000 کیلومتر رو در کمتر از یک هفته طی کنه. آخالتکه بجز در سرزمین مادری ایران و ترکمنستان، در روسیه، آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی پرورش داده میشه. از اسب‌های آخالتکه برای تولید نژادهای جدید استفاده شده. آخالتکه میتونه یک اسب ورزشی باشه و در رشته‌های درساش، پرش، دو سرعت و استقامت رقابت کنه. اما این اسب به دلیل سم‌های نرم و شکننده خود برای مسیرهای کوهستانی مناسب نیست. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. این فقط 10 نژاد برتر اسب در دنیا بود و کلی نژاد دیگه وجود داره. شما چند تا از این نژادها رو میشناختید؟